أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 14 درس گرفتیم و حالا باشد بنده میخواهم درس 15 را به سمع شما برسانم. صاحب کتاب میگوید که الدرس الخامس عشر، یعنی درس 15. درس 15 به مثل درس های گذشته چند از کلمه های نو دارد برای حفظ کردن که این کلمه ها باید حفظ کرده شود. اولا این کلمه ها را حفظ میکنید، بعد حوارش را میخوانید. میگوید که اولین کلمه میارد، میگوید ابون. ابون یعنی پدر، این مفرد است. ابون یعنی پدر. جمعش میشود اباون، یعنی پدرها، این جمع هست. بعد از این میگوید امون. امون یعنی مادر، این مفرد است. جمعش میشود امهاتون، مادرها، این جمع هست. بعد از این میگوید اخون، یعنی برادر. اخون برادر، این مفرد است. جمعش میشود اخوتون، یعنی برادرها. اخوتون یعنی برادرها، این جمع هست. بعد از این میگوید اختون. اختون یعنی خواهر، این مفرد است، یعنی یک خواهر. جمعش میشود اخواتون، یعنی خواهرها، این جمع هست. بعد از این میگوید ابنون، یعنی پسر. ابن پسر. جمعش میشود ابناءون، یعنی پسرها. ابناءون یعنی پسرها. بعد از این میگوید بنتون، یعنی دختر. بنت دختر، مفرد است، یک دختر. جمعش میشود بناتون، یعنی دخترها. بناتون دخترها. بعد از این میگوید ابوهو، پدر وی. ابو پدر، هو وی. اکنون این واو برای چی در آمد در ابو؟ در اینجا ببینید که اب واو ندارد، پدر واو ندارد، لیکن در اینجا ابو واو در آمد. این واو برای چی است؟ این واو چطوره که در الاجرومیه خوندیم، اب از اسمهای پنجگانه هست. علامت رفعشان به واو می باشد. یعنی ابوهو، پدر وی، در حالت رفع باشد به واو هست. در حالت نصب باشد به الف هست. اباهو، پدر وی. ترجمهشون یک است، فقط در زبان عربی حالت اعرابیش نگاه کرده همون طور می نویسند. در حالت رفع بیاید ابوهو میگویند، در حالت نصب بیاید اباهو میگویند، در جای واو الف میمونند. در حالت جر بیاید ابیهی میگویند، در جای واو یا میمونند. ابیهی. در تاجیکی ترجمه هر سه همین کلمه، یعنی ابوهو، اباهو، ابیهی، ترجمه هر سهشون یک چیز است، یعنی پدر وی. پدر وی مرد. این هو را ما در گذشته بیان کردیم که این هو ضمیر غائب مفرد مذکر هست. ضمیر واحد مفرد مذکر متصل است، این پیوست می آید. و منفصلش هو بود، یعنی هو وی. این هو ابوهو، هو همچنین وی.
فرقیت چون در این است که این در کلمه باید پیوست شود، یعنی در آخری کدام کلمه باید پیوست شود. چطوری که داری میبینید ابوه در آخر اب همراه شده است. و در الاجرومی همچنین خوانده بودیم که اسماء خمسه به شرط عمل میکنند. شرطاشون همین است که مضاف باشند به غیر یای متکلم، یکم مضاف باشند، دوم مضاف به غیر یای متکلم باشند. اینجا مضاف هست، مضاف به غیر یای متکلم هست، دو شرط. و سوم شرطش باید مفرد باشد، اب میبینید که مفرد است یعنی یا پدر. و چهارم شرطش همین است که جمع نباشد، تصغیر نباشد، یعنی که ابی نباشد، پدرچه، پدری میدهک، این طور نباشد. همین چهار شرط قطع عمل میکند. در اینجا چطوره که شما این را میبینید. پس ابوه از اسماء خمسه است. بعد از این میگوید ابوها، اینم به مثل همین ابوه است، فقط ها برای زن است. ها ضمیر مفردی غائبی مؤنثی متصل است، در آخر پیوست می شود. منفصلش هیه بود، هیه وی زن. این ها ابوها، ها همچنین همون هیه است یعنی وی زن. ابوها پدری وی زن. بعد از این میگوید ابوکا پدری تو، ابوکا پدری تو. ابو چطوری که در بارش گفتیم که یعنی تو، که ضمیر متصل مفردی مذکری مخاطب هست، متصل است، پیوست می شود، برای یک مرد است. ابوکا یعنی پدری تو مرد. بعد از این میگوید ابوکی پدری تو زن، ابوکی پدری تو زن. ابو مضاف، کی مضاف. در همین چهار کلمه که خوندیم مضاف مضاف الیه. و در همین چهار کلمه اب از اسماء خمسه است. ببینید واو دارد، با همین ها را در جای واو می شود الف بیاید. اباهو، اباها، اباکا، اباکی، یا می شود یا بیاید ابیهی، ابیها، ابیکا، ابیکی. هر سهش ترجمهش گفتیم یک است، یعنی پدری وی مرد، پدری تو، پدری وی زن، پدری تو مرد، پدری تو زن. اما حالتهای اعرابیشان فرق میکند. و این چهار تا را گفتیم از اسماء خمسه است، از اسمهای پنجگانه. بعد از این ابی پدری من، این ابی از اسماء خمسه نیست. چرا؟ زیرا اینکه این مضاف به یای متکلم شدگی است. اگر مضاف به یای متکلم شود یک شرطی اسماء خمسه را از دست میتید. اسماء خمسه شرط شامل است که مضاف باشد و مضاف به یای متکلم نباشد. اینجا ده هست، مضاف به یای متکلم است. پس اینجا ده ابی را ما نمیگیم که این بگیم یا قطعی میاد، واو میآید و الف میآید، این چیزها دیگر نمیاد در اینجا، زیرا که این دیگر اسماء خمسه نیست. بعد از این همون ضمایر را جدا میارد، میگد هو. هو یعنی وی یک مرد، ضمیر متصل برای غائب مرد، مفرد غائب مذکر. ها، اینها همچنین ضمیر است، ضمیر غائب مفرد مؤنث، یک زن، وی زن. که، تو، این ضمیر متصل مفرد مخاطب مذکر هست. که یعنی تو یک مرد. کی همچنین ضمیر مفرد مخاطبه مؤنث است، یعنی کی تو یک زن. یی یعنی من، یعنی این یا اصلا ساکن میشد، پیش خودش کسره میگیرد، لیکن ما یی میگیم تا اینکه حرکت گفته توانیم، نباشه میگیم یای ساکنه، یا میتونیم میگیم یای ساکنه ضمیر مفرد متکلم است، مذکر مؤنث شیگ است. یعنی ابی میشه پدر من، هم مرد این طور میگه هم زن. پس این یی همین منه که میگیم همون است.
این متصل است. منفصلش چی بود؟ انا من. ای همچنین می شود من. پس این هست ضمایر متصل. و این بود کلمه های نوی درس 15. پس میگذاریم با گفتگو و حوار درس 15. این حوار درس 15 هست. صاحب کتاب از این کلمه های نوی که حالا خواندیم و از درس های گذشته، از کلمه هایی که در درس های گذشته خواندیم، از همون کلمه ها یک حوار، یک گفتگو برای ما و شما تقدیم میکند. میگوید که هو ابوک، وی پدر تو است. هو ببینید مبتدا، ابو خبر باید مرفوع شود، علامت رفعش پس میگوید واو هست. ابو مضاف، که مضاف الیه. ابو از اسماء خمسه است میگوید. هو ابوک، وی پدر تو است، مبتدا و خبر. انت ابی، تو پدر من هستی. انت ابی، تو پدر من هستی. انت مبتدا، ابی خبر. در اینجا ابی را ما نمیگیم که اسماء خمسه است، اسمهای پنجگانه. میگیم ابی خبر مرفوع و علامت رفعه الضمة المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت المناسبه. حرکت یعنی یا پیش خودش کسره را قبول میکنه، بعد هم خاطر ما بیره کسره دادیم، باید ابوی شود. اما یا میگه که نه من بیره کسره میخواهم، بیره زیر بتید، پس ما بیره زیر دادیم، گفتیم که انت ابی، یعنی تو پدر من هستی. انت مبتدا، ابی خبر، مضاف الیه خبر. بعد از این میگه انا اخوه، من برادر وی هستم. پس دقت بتید، اخو همچنین از اسماء خمسه است. ببینید واو دارد. با این اخو بعضی وقتا اخاهو هم می شود، بعضی وقتا اخیهی هم می شود، چطوری که درباره اب گفتیم. این هم از اسماء خمسه است. پس میگوید انا اخوه، من برادر وی هستم. باز میگوید انتی اخته، تو خواهر وی هستی. انتی تو زن، اخته خواهر وی مرد هستی. باز میگوید انتی مبتدا، اخته خبر، مضاف الیه خبر. انا امها، من مادر وی زن هستم، وی دختر هستم. از کجا فهمیدیم دختر؟ از این ها وی زن مفرد مؤنث. انا امها، من مادر وی زن هستم. دقت دادید؟ انا مبتدا، امو خبر، امو مضاف، ها مضاف الیه. اخت اینها از اسمهای پنجگانه نیست. حالا ما شما از اسمهای پنجگانه یکم خواندیم ابوک، دویم خواندیم اخوه، دو تاش رو خواندیم. اینها 5 تا هستند. نه دو تاش رو ما شما خواندیم. بعد از این میگه هذا کتاب محمدین، این کتاب محمد است. هذا مبتدا، کتاب خبر، کتاب مضاف، محمدین مضاف الیه. هذا کتاب محمدین، این کتاب محمد است. باز میگه ذاک قلم محمودین، آن قلم محمود است. ذاک اسم اشاره برای بعید، مبتدا قلمو خبر، قلمو مضاف، محمودین مضاف الیه. ذاک قلم محمودین، آن یعنی دور است، آن قلم محمود است. بعد از این میگه خذ دفترک هذا، بگیر دفترت را، بگیر این دفترت را. دقت دادید؟ خذ دفترک هذا، بگیر دفترت را. بعد از این میگه هاتی دفتری ذاک، هاتی دفتری ذاک، یعنی بده دفتری من را آن. پس آن را میشود در اول ترجمه کنیم بده آن دفترم را، بده آن دفترم را. اینم همچنین جایز و درست است. بعد از این میگه این کتابی یا امی، یعنی در کجاست کتاب من ای مادری من. این
خبر مقدم، متعلقش خبر مقدم. کتابی مبتدا است، مبتدا باید مرفوع باشد. در اینجا میگیم ضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل به حرکت المناسبه. حرکتی یا پیش خودش کسره طلب میکند، برمو کسره دادیم، نباشه کتابو باید ضمه شود. پس در اینجا به سبب مشغول بودن با، یعنی با مشغول است، مشغول را با نمی شود. یا آدم مشغول است با یک کار دیگه در بالوش فرماندهش نمی شود. پس کتابی به مشغول است، از این حساب برد ضمه کرده نمیشه. پس برام خودمون میگیم حرکت مقدره، حرکت مقدره، یعنی در تقدیرش کتابو بو ضمه. این کتابی یا امی، در کجاست کتابی من ای مادری من؟ در جواب میگوید که هناک علی الطاولة یا بنتی، یعنی آنجاست بر بالای میز طعام خوری ای دختری من. هناک علی الطاولة یا بنتی، آنجاست بر بالای، علا استعلا گفتیم بر بالا، علی الطاولة بر بالای میز طعام خوری ای دختری من. بنتی دختری من، این یا گفتیم دلالت به من میکند. مفرد مذکر مؤنث یک است، من، مرد و زن، این یا را استفاده میبرد اگر گفتنی باشد دختری من، بنتی. بعد از این میگه این دفترک یا بنتی، در کجاست دفتری تو ای دختری من؟ یا میتونیم بگیم در کجاست دفترت ای دخترم، در کجاست دفترت ای دخترم. بعد از این میگه هنا فی محفظتی یا امی، یعنی اینجا در سونکه من است ای مادر من. دقت دادید در اینجا مبتدای ما محذوف است، هنا ظرف است، فی محفظتی خبر، جار و مجرور متعلق به کائنون خبر است. مبتدا کجاست؟ مبتدا دفتری محذوف است. جایز است بگید که در سوالی که این دفتر و کی یا بنتی، دخترش جواب بتید بگید که دفتری هنا فی محفظتی یا امی. جایز است اگر دفتری بگید پس دفتری مبتدا شد، هنا ظرف است، فی محفظتی جار و مجرور خبر است، در جار و مجرور متعلق به کائنون، کائنون خبر است. یا امی ای مادری من. بعد از این میگه من ابوکا، کی است پدری تو؟ من اسم استفهام برای عاقل است، کی است؟ ابوکا پدری تو مرد، که تو یک مرد، مفردی مذکر، مذکر مخاطب در پیشمون باشد. بعد از این میگه ابی علی بن محمود، میگه پدر من علی پسر محمود است. ابی مبتدا، علی بن محمودین، علی پسر محمود است. پس در اینجا علی خبر می شود، علی بن ابن صفت علی می شود، ابن مضاف است و محمودین مضاف الیه است. وقتی کلمه ابن الف دارد، وقتی که در بین صفت و موصوف می آید حذف می شود. یعنی مثلا حالا من گفتنی باشم که محمد شریف ابن عبدالعلیم، الف رو نمی گویم، اینطور به الف می نویسم. یا مثلا گفتنی باشم که محمد پسر عبدالله، میگم محمد بن عبدالله. چطور دیگه میبینید شما در بین بیاد، اگر در اول بیاد می نویسیمش. مثلا ابن محمودین، اگر میگفت ابی ابن محمودین الف می نویستش، اما در اینجا نمی نویسش، الف حذف میشد، از بین می رود. ابی علی بن محمودین، یعنی پدر من علی، علی نامی آدم، ابن محمودین پسر محمود است. علی مرفوع است، ابن را ببینید مرفوع است، برای اینها هرش نعت و منعوت هستند. بعد از این میگه من امک، کی است مادری تو؟ من اسم استفهام برای عاقل، من امک کی است مادری تو؟ در جواب میگه امی خدیجه بنت سالمین، یعنی مادر من خدیجه دختر سالم است. مادر من خدیجه
دختر سالم است. امی مبتدا، خدیجه خبر. خدیجه منعوت، بنت نعت. بنت مضاف، سالمین مضاف الیه. امی خدیجه بنت سالمین، یعنی مادر من خدیجه دختر سالم است. سالم نامی آدم است، نامی مرد. بعد از این میگه این ابوک، این اخوک، یعنی در کجاست برادری تو. اخوک از اسمهای پنجگانه است، علامت رفعش با واو هست. برای چی؟ برای مبتدا است. این در محل متعلقش خبر مقدم، اخوک این مبتدا است، از این حساب مرفوع است، علامت رفعش واو است، زیرا اینکه از اسمهای پنجگانه است. این اخوک، در کجاست برادری تو؟ در جواب میگه هو فی المکتبتی، وی در کتابخانه است. پس در اینجا هو مبتدا است، یعنی اخو برمیگردد به اخو، یعنی برادر. هو یعنی وی، وی یعنی برادرش. فی المکتبتی در کتابخانه است. بعد از این میگه ماذا یفعل فیها، یعنی چیکار میکنه در آنجا. ماذا یفعل فیها، در آنجا، یعنی در مکتبه. ها ضمیر است، برمیگردد به المکتبتی. یعنی ماذا یفعل فیها، یعنی چی کار میکند در آنجا. در فی ظرفیه است، داخل، در داخل وی، یعنی در داخل کتابخانه. میگوید که یکتب دروسه، یعنی مینویسد درسهایش را. یکتب دروسه، مینویسد درسهایش را. بعد از این میگوید هل لک اولادون، هل لک اولادون، یعنی آیا فرزند داری، فرزندها داری. آیا فرزند داری. اولاد جمع است، به تاجیکی ما میتونیم مفرد ترجمهش کنیم. فرزندها داری نمیگیم، ما میگیم که آیا فرزند داری. هل لک، لک داری تو. هل لک اولادون، یعنی آیا فرزندها داری. در جواب میگوید نعم، حرف جواب میگوید بله، آری. لی ابناء و بناتون، میگوید لی یعنی من دارم، من فرزندها، یعنی پسر، ابنا پسرها، و بنات دخترها. پس میگیم لی ابناء و بناتون، من پسرها و دخترها دارم. دارم رو در آخر ترجمه کنیم بهتر و خوبتر است. بعد از این میگوید اخوک معلمی، یعنی برادری تو استاد من است. اخوک معلمی، برادری تو معلم من هست، استاد من هست. بعد از این میگوید ابنی تلمیذک، یعنی فرزند من شاگرد تو است. ابنی تلمیذک، فرزند من شاگرد تو است. پس این هست حوار درس 15. حوار درس 15 این بود. درس 15 رو همچنین در اینجا به پایان میرسانم. تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.